سلام رفیقای عزیز من احسان هستم در کانال احسان سیار. امشب هم اومدیم با یه ویدیوی آموزشی جالب دیگه. قراره چیکار کنیم؟ بچه‌ها دو سه روز دیگه بیشتر تا آخر سیزن نمونده و پوشکاپای سنگین خودمون رو می‌خوایم شروع کنیم و بریم به یک رنکی بزنیم برای خودمون و ثبت کنیم رنک خود عزیزمون رو. خب ببینیم بچه‌ها چیکار می‌خوایم بکنیم و به افرادی که برای بار اول ویدیوهای منو نگاه میکنن ممنون میشم که ویدیوهای منو تا پایان ببینن و نکته‌های آموزشی خوبی میدم بهشون. و اگر بچه شما مشکلی دارین در مورد کلش رویال که کسی تا به حال نتونسته مشکلتون رو حل کنه، تو کامنت اگه بنویسید من مشکلتون رو سعی میکنم چی بچه براتون حل کنم و راحتتون کنم از اون مشکلی که دارین. من چون یک یوتیوبر با تجربه قدیمی هستم، حدودا قدیمی میشه گفت هستم، 1-2 سال میشه دارم فعالیت میکنم در مورد کلش رویال و یک چیزایی بارم هستش. اگه مشکلی دارین میتونین توی کامنت ها برای من بنویسین و من چی مشکل شما رو حل کنم براتون در کمترین وقت. اوکی بچه بعد اگه شما مشکلی داشتین میتونید تو کامنت برای من بنویسید احسان من مشکل دارم در مورد این و بهتون کمک کنم عشق من. اوکی بپردازیم به بازی. تکلیف اسپلاشارد تازگی داره یکم زیاد میشه خب وگرنه زیاد نبودش. همین سیزن اصلا زیاد نبود. حالا این آخر سیزنی افرادی هستن که دارن اسپلاشارد پلی میدن. اسپلاشارد هم یکم بد بازی کنم میتونه منو اذیت کنه بچه‌ها. از دکایی هستش که اگه بد پلی بدی دهنتو سرویس میکنه. چون هم اسپلاشارد اگه یک شات بزنه به تاورت نصف تاورت رفته و آیت الکرسی باید بخونی برای تاورت. خب خوبه بچه‌ها، خوبه بازی، خوبه. اسپارکی میره نترسین بچه‌ها. اسپارکی کارتیه که خب ترس داره یکم. خب میدونم یکم باید بترسین ولی سعی کنین که از هر کارتی حریف میره خب نترسین، دنبال یک راه و چاره بگردین بچه‌ها. وای بچه‌ها چیده من مرد، دکتر مرد. بله دکتر مرده اینجا متاسفانه. الان بچه من خودم به شخصم دارم میترسم. چرا دارم میترسم؟ به خاطری که هم شوالیه چسبیده هم اسپارکی الان دیوونه شده دهن منم داره سرویس میکنه. دکتر اونجا نباید میمردش ولی مردش متاسفانه و این یه چیز خیلی خطرناکیه. دیدین که کلی بهم دمیج داد. نمیذاره کاری کنم. باید کینگ تاور رو فعال کنم بچه‌ها. باید کینگ تاور رو فعال کنم. من در این دست اگه میخواسته باشم وین کنم باید کینگ تاور رو فعال کنم، در صورت دیگه نمیشه کاری کرد. خوبه کینگ تاور رو فعال کردم بعد سری سایکل کنم بچه‌ها. خیلی این دست حساسه، خیلی دمیج خوردم ازش. نباید اصلا اینقدر دمیج میخوردم ازش و بازی سخت شد. یکم سخت بازی برام. اسپارکی ضد منه، من نمیتونم کاری کنم در برابرش و بعد کلیدی پلی بدم. اگه کلیدی پلی ندم 100% این دست رو نمیتونم وین کنم بچه ها. و بعد از تمامی چی میگن فرصتی دارم به ندرت سری سنگین استفاده کنم و مثل همین الان که اینجا چسبیده به تاور بعد سری استفاده کنم از این فرصت و جیج بچه ها فول زد دو زدم که واقعا هم کار شاخیه بچه ها. اسپارکی پکار رو زدم، ببخشید دکه اسپارکی رو زدم که واقعا اذیت میکنه دکه منو. خیلی دکه بدیه رو مخ بچه ها. زدیم دیگه دم خودم گرم حال کردم. خب آخ وای ای دادی بیداد ماینر رفتم. اشتباه کردم بچه ها. نباید اشتباه کنم من بچه نگاه کن. اگه شما با هر یکی پلی میدین سعی کنین که اشتباهاتی که میکنید و هر چه زودتر جبران کنید و اگه اشتباهاتون جبران نشه یقتون جمع میشه بچه. من تجربه کردم که دارم میگم و نذارید حریفا مثلا خیلی روتون فشار بیارن. خوبه
خوبه. من الان اینجا جبران کردم اینجا والکری و حدودا میشه گفت از بین بردم. برای دفاع خوبم هم کارت دارم. حریف اینجا یک اشتباهی کرد بچه. اشتباهش چی بود؟ ماینر رو دیرتر میکاشت برای کشتن چی میگن آیس ویزارد. خب خیلی به سودش بود و بهتر میشد براش، ولی دیگه اون کارو نکرد. خوبه. بازی مساویه بچه ها. مچاب مساویه فعلنیه. بتونم از مورتالمو الان استفاده کنم خوبه. میکارم مورتالو. شاید کار اشتباهی باشه ولی میکارم. خوبه چسبیده به تاور. خوبه مورتال که میچسبه به تاور. خوبه بچه ها. اشتباهی تو کار نیستش. مورتال میچسبه به تاور اوکی. جا دیگر یخی اینجا. خب یه مشکل. بله بچه مشکلمون اینجاه. از اکسی شمالی از حریف عقبم. بذاریم بچه ها میخوام چیز کنم. باید نفوذی بازی کنم. نمیدونم معنی نفوذی رو میفهمین یا نه. نفوذی یعنی این که کلیدی بازی کنیم و از موقعیتی داریم خیلی بهتر استفاده کنیم. اوکی. کلیدی یعنی نفوذی یعنی این که از موقعیتی داریم بهتر استفاده کنیم. اوکی باشیم دیگه. پس نفوذی میگم یعنی که از موقعیتی داریم بهتر استفاده کنیم. خب حریفم مثل خود من داره هجوم میاره. همش روی تاورم. خوبه بازی. یکم کنترل داریم میکنیم بازیو. بعد یکم بیشتر کنترل کنم. خوبه بازی. تا الان 2 تا مچاپ انگاری میشه گفت از بین رفته رو دارم برگردوندم به بازی و اگه لذت بردین از ویدیو ممنون میشم که ویدیو رو هم لایک کنید و هم سابسکرایب کنید و خوشحال کنید منو رفیقای من. خب تایم ویدیو چقدره؟ بذار ببینم تو چیز چی نوشتن. بچه ها یکی از همتیمی ها هم رفیقام گفته یک چیزی زدم، یک پوشکاپی زدم، اونو ویدیو نگرفتن. گفتش اونو اگه امکانش هست ویدیوش کن. چشم. منم نوشتم چشم. خب بریم برای وین بعدی. احمد الملکی. بچه ها عرب حریف. کاش که زود نمی کاشتم. عیبی نداره. امیدوارم که خوب بتونیم پلی بدیم. خفاش اللاین پکا و پکای 14 بچه با پکای 14 میخوایم بازی کنیم. ببینیم چقدر قدرت داریم. ببینیم حریف پکای 14 میشیم یا نه بچه. فکر نکنم حریف پکای 14 بشیم. قویه دیگه پکا بچه خودش خیلی قویه. برای دفاع شالی مجبور شدم که ماینر رو بکارم وگرنه اگه نمیکاشتم دمیج خوبی میتونستم به تاور حریف بدم. خوب بله بچه حریف کاملا سوار بر بازی هستش و ضد مام هستش. خیلی چیز کرد. خیلی بهم دمیج داد. ببینین که کارتوی حریف 14 بچه ها. من کارتام نهایت رنج متوسطش میشه 12.5 بچه ها. 13 من نمیرسد و کلا بر بازی سوار حریف نمیشه کاریش کرد. الان این مخالف حریف یه هجومی میبرم ولی پکای 14 رو من نمیتونم بچه ها کاریش کنم. الان پکاشم بچه ها 15 میشه. پکای حریف 15 بشه که دیگه هیچی دیگه. صلوات باید بفرستم. همین جوریش من نمیتونم پکا رو دفاع کنم چی برسه که مکس میشه.
کاملا بچه بازی وله دیگه، ولش کن بچه ویدیو رو کات میدم. اگه تا پایان این ویدیو همراه من بودین، لذت بردین از طرز ویدیو، ممنون میشم که این ویدیو رو سابسکرایب کنید و لایک کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار، شب خوبی داشته باشید.